به نام خدا. سلام دوستان، به کانال علی موتوری خوش اومدین. تو پارت قبلی ما گیربکس رو کامل جمع کردیم تا پیچای کارتر که پارت دوم انشالله بریم واسه کلاج. من فقط یه لحظه تو پارت دوم پیچای دور کارتر رو بهتون بگم، با ما باشید انشالله تا آخر ویدیو. ببینید دوستان، این 11 تا پیچ داره. قسمت کارتر یه بزرگه، باقیش کوچیک. من اینو سریع بگم بهتون برم جلو. این پیچاش آچارخوره، آچار به اصطلاح صلیبی یا تی بهش میگن که برای بستن این میتونید استفاده کنید. این آچار مخصوص اینه که سرش آچارخوره، آچار تی یا صلیبی. ببینید پیچا رو جا میزنم اول که واشرم تکون نخوره، که واشر کارترم. این 10 تا پیچی که جا زدم، بعد زبدری سریع میبندم که ببینید یه دونه بالا یه دونه پایین، چپ و راست. اینا رو اول میبندم، صفر نمی کنم به هیچ شما که کارترم خودش رو جمع کنه، واشر سر جاش بیفته. بعدا آخر سر صفر کردنش میفته مرحله آخر. ببینید زبدری هر پیچی که میبندید سریع مخالفش برید، جهت مخالفش که زبدری بسته شه، همزمان با هم این کارتر جفت بشه. یا بغل هم بستید، صفر نکنید به هیچ عنوان، در حدی که پیچ تا اونجایی که خودش داره میره. ببینید همین آچارتی رو که بچرخونید خودش تا حد نصابی که باید بره میره، بعدا میمونه صفر کردنش. خب ببینید 10 تا پیچ داشتیم بستیم، اینا رو بعد محکم، بعد شروع میکنید دوباره همون زبدری هم میتونید صفر کنید، بغل هم یه مقدار میتونید صفر کنید، به حدی که اگه زبدری بستشه خیلی بهتره، چون به مشکل نمیخورید دیگه. خب این قسمت در به روغن بغل که تخلیه میشه اونم میبندم. توری رو اول میذارید داخل فنر، اون قسمت توری که حالت کیسه ای شده میره داخل این فنر. فنر رو میذارید تو در، این میره تو دهنه جایی که روغن از کارتر میخواد بیاد بیرون. این توری باید بیفته داخل دهنش که اگه آشغالی چیزی میاد اینجا گیر کنه. اینم میبندید سر جاش قشنگ، با آچار 24 معمولا میخوره صفر میکنید که روغن نده. پیچ مهره تخلیه روغنه که مهره بغله، بعضی ها زیرم داره بعضی موتورها نداره. این دو تموم شد. الان این قسمت کار میریم برای کلاج. ببینید الان اومدیم تو قسمت کلاج موتور. کلاج چیکار میکنیم؟ الان اولین گزینه‌ای که ما اینجا باید شروع کنیم قسمت داخلی این شفت دنده، ستاره دنده با اهرمی که دنده رو به اصطلاح قرقره ستاره دنده میگن، عقب جلو میبره. خب اینا چی هن؟ الان ببینید سر توپی دنده ما یه ساچمه داره. دقت کنید این ساچمه رو موقعی که وا میکنید سعی کنید بردارید داخل فلکه بغل جای آهنربا باشه بذارید که گم نکن. این توپی دنده چرا اینو گذاشتن؟ که این ستاره دنده اون نصفش میره داخل ستاره، نصفش هم میره داخل توپی دنده، اون سوراخی که بالای توپ. ببینید این که بتونه توپی رو بچرخونه. این سر جاش یه پیچ شیشه تقریبا 2 سانتی داره که اینم میبندیم. اولین گزینه سمت کلاجمون چی شد؟ پس ستاره دنده، بعد میشه قرقره ستاره دنده که قرقره ستاره دنده یه فنر هم داره. ببینید قرقره از 3 قسمته، یکی خود قرقره، پیچ قرقره، این فنری که قرقره رو هل میده به سمت جلو. ببینید اینجا یه چاک داره، این هلالیه این میفته روی این چاک.
پیچ هم که از داخلش رد میشه. اینو به همین صورت ما میریم اینجا جای پیچه که روبرو ستاره است معمولا. این سری قرقره میبینید این میچرخه، باید آزاد باشه. اینو میذاریم سر جای خودش. دقت کنید اینجا وقتی گذاشتی سر جاش این فنر شاید به هم بریزه، جاش هم میزون نیفته. اول پیچ و یه مقدار خلاصیشو میگیریم میبندیم، بعد که بستیم ببینید این الان رو ستاره است، باید بره لب به لب ستاره وایسته، چون کارش اینه که ستاره دنده رو هل میده به سمت جلو. یه دونه پیش گوشتی باریک ور میداریم. حالا چارچوب دوستوش مهم نیست، چرا ببین صلیبی یا تی 10 مونم ور میداریم. بعضی حالا آچار خورش 8، بعضی 10. ببینید من این اهرمو قرقره رو هل میدم به سمت عقب. دقت کنید وقتی اینو هل میدم آروم با آچار صفر میکنم با همون صلیبی یا تی. ببینید میره به سمت پایین، قرقره کم کم داره میره. هدایتش میکنم به بغل این ستاره دنده، نباید بیفته زیرش یا روی دنده ستاره بیفته، عمل نمیکنه این. بعد دوتا پیشش رو صفر میکنم. حالا میرم سر چی؟ شفت دنده عوض کن. این شفت همون جا داره میره داخل، یه واشر زیرش میخوره. ببینید یه واشر نازک پولکی میره داخل اینجا، آزاده که بیفته زیر این خورده نشه کارت. این قسمت بالاش جاییه که دنده ستاره دنده رو عوض میکنه که شما پدال رو با پا میزنید این ستاره کارش رو انجام میده. ببینید جا رفت. این زمانی که میخواید اینو جا بزنید اینجا یه لبه داره کارترتون، اینم یه جای باز داره، این خاره اون میفته، این خار داخل اون. وقتی اینو بدید یه ذره بالا پایین زیر این میبینید خار میره داخلش. بعد آخر سرم تست میکنیم که ببینیم مثلا کارش رو درست انجام میده یا. این قسمت تموم میشه. حالا میایم سر دیسکمون، جا زدن دیسک. ببینید دیسکو اینجا شیار داره، اون دنده دیسکمون هم شیار داره. اول نه واشری چیزی هیچی نمیندازید، فقط دیسکو داخل میندازید. زمانی که دیسکو انداختید یه دنده مقابل دیسک میفته تو میلنگ. چرا؟ که این هم میلنگ رو میچرخونه هم پمپ روغن. زمانی که میلنگ میچرخه دنده پمپ روغن هم با این درگیره، یکیش با دیسک درگیره یه طرف دنده، یه طرف بالاش هم با دنده پمپ روغن که واجبه حتما باید اینو بچرخونه. اینم جا زدیم. یه خار واشر خاردار به صورت چاکای این همین شفت که دیسکو دیدید. این چاکا ببین اینجا میره داخل شفت کلاج. ببینید زمانی که میره تا پایین، اون پایین یه حالت گردی آزاده، یه نیم دور میچرخونی. چرا؟ این نیم دوری که میچرخونی بیرون نشونتون بدم، این وقتی میره داخل شفت یه نیم دور بچرخه این لبا میاد دیسک رو قفل میکنه که دیسک تکون نخوره، هرز نشه. این واشر کاراییش فوق العاده تو دیسک تو قسمت کلاج زیاده. ببینید الان من لبا رو انداختم افتاد تو این لبا، میکشم بالا، دیسکم نباید بیاد بیرون. اگه نیاد بیرون یعنی شما کارتون رو درست انجام دادید. واشر رو که گذاشتیم میریم سر 4 شاخ کلاجمون. حالا بعضیا 5 شاخه است، بعضیا استانداردش 4 شاخه بودش. ببینید از داخل میگیریم. اینجا هم دوباره شیار داریم، دقت کنید که با این شفت یکی بشه. اینو با دو تا انگشتامون دو تا از جا پیچا رو میکشیم بالا که به هم نریزه. میایم رو شفت کلاج. شفت کلاج اون چاکا رو با هم میزوم میکنیم، گفتیم چاک داره اونجا. زمانی که اونا رو میزوم کردیم دیگه دیسکمون سریع جا میره، نیازی نیست به کاری انجام بده. دقت کنید که ببین این خب الان اینجا باید وسط هم میزوم کنم. ببینید الان این
صفحه من یه دونش افتاد تو این چاک کوچیکا. ببینید نباید بیفته، این آخرین صفحه باید بیفته. مثلا از سمت دست ما میشه این بر اولین صفحه، از اون بر بیایم میشه آخرین صفحه که تو این چاک کوچیکه دیسکا قرار میگیره. بعضی هم ندارن این چاک رو، اشتباه نکنید این موقع نبود بگید آخ چرا نیست شاید شکسته. نه، بعضی دیسکا اینو نداره. ببینید الان اینو من جا بزنم باید ببینید همه سرای صفحه کلاژ من میره داخل اون چاک بزرگه، یه دونه بالاییش میمونه برای قسمت اون چاک کوچیکی گفتیم الان هی میرن داخل. ببین اینو قشنگ جا میزنید. صفحه آخری من رفت تو این چاک کوچیک، وگرنه همه صفحه ها دیگه رفتن تو یه خشا. اینو که بزنیم قسمت کلاژ ما هم تا حدودی تموم شده. یه خار داره، خار جا میزنیم براش، حالا با خارکش شده یا با یه پیشوشی نازک. خار رو باید حتما جا بزنیم، مطمئن شیم که جاه، چون اگه اون خار جا نیفته همه زحمتاتون به هدر. دیسک میزنه بالا، به محض روشن شدن همه رو خورد میکنه. ببینید خار جا میزنید برای اینکه مطمئن شی خار باید بچرخه. نگاه کنید خار اگه چرخید بدونید تو اون شیار شفت افتاده. الان این آماده. حالا میایم سر چی؟ قسمت فنرش. فنر هم جا میزنیم سری. گفتم حالا بعضی ها 4 فنره، بعضی ها 5 فنر. اصلا ما کاری به اون نداریم. ما اگه 5 فنر بود 5 تا فنر میندازیم، اگه 4 فنر بود 4 تا میندازیم. هر جوری که خود موتور راه داده براش همون قطعه های خودشو میندازیم. ببینید اینا میان روی فنر. این قسمت که داری میبندی باید این هم ضبطری ببندی که به مشکل نخوری. خب حالا این آچار تیر رو هم داری، آچار تیر 10. اگه 10 بود 10، اگه نبود 8. اگه آچار خورش بعضی 8 یا بعضی 10 که اشتباه نکنید. ببینید اینا حتما باید ضبطری ببندی که سریع آلمیونی جلو دیسکمون میشکنه اگه تک ببند. ببینید این میاد اینجا. این قسمت رو بچه اگر بادی هم که دارید دم دست سعی کنید با دست ببندید. به خاطر چی؟ نشکستن این چهارشاخ روش که میافته آلمیون. با دست که ببندید خیلی احتمال شکستن ضعیف میشه. اینو میبندید تا جایی که پیچمون دیگه استوب کرد. ببینید زیر همه اونا فنر انداختیم. الان من اینو میبندم تا ببینم زمانی که پر بشه زیرش، فنر بیاد زیرش دیگه پر بشه، اصلا متوجه میشید چون آچارتون دیگه راه نمیده روش. ببینید این هم از قسمت کلاج. این گزینه رو که ما میبندیم یعنی کارمون دیگه به اتمام رسیده. فقط میمونه درب کلاج و ارزم به حضور شما قسمت کارهای خورده بیرونیش. خب اینم بستیم. ببینید 5 تا پیچه. حالا گزینمون چیه؟ گلدونی روغن که کارش چیه؟ گفتیم تصفیه، تمیز کردن روغن. خب واشر گلدونی رو انداختم داخل گلدونیه. اینم آچارشه. آچارشم حالا این قسمت رو سعی کنیم چون آچار بادی اگه باشه تو این قسمت چون باید محکم شه، کسی هم نمیشه نیست نگه داره. حالا اگر کسی نبود میتونی پیشگوشی داخل شاتون بندازید تا این قسمت کامل شه. خب آچار بادی من ببینید این آچار گلدونی بود، مورش واشرش انداختم بستم. اینم آچارش باشه تا صفر کنم. این قسمت هم
این بود قاشق گلدونیمو صفر کنم که از ذهنم بیرون نره. یادم به اینا رو دقت کنید که یادتون نره شل بمونه. این بسته نشد. ببینید این نمیدونم چرا بسته نشد، بعد افتاده بود سر جاش. حتما از بسته شدن این مخصوصا پیچای گلدونی، پیچای مهم موتور مطمئن شید. همون پیچه چیه قرقره اینا پیچای مهم کاره. ببینید الان این پیچ یه مقدار اذیت داره میکنه. باید عیبشو بگیرم که اگر رفت اونجا به مشکل نخورد. من یه لحظه پیچ ببینم که چرا بسته نمیشه. گلدونی رو در آوردم که ببینم ایراد از کار من بسته نمیشه، ضربه چیزی خورده یا پیچ بد میافته. ولی گویا پیچ بد میافته. الان با دست بسته شد و اینو من دوباره میذارم گلدونی رو، واشرش هم میذارم. حالا میرم سر اصل مطلب. پیچ گلدونی هم که آچارش مخصوصه. اکثر اینایی که صفحه وا میکنن تو این پیچ گلدونی به مشکل میخورن برای باز کردن، چون باید حتما ابزار خودشو داشته باشه ولی این نداره. یعنی شما که بخواید تو خونه ببندید از این آچارا خوب نیست دم دستتون. حالا من این شاتون رو اینجا آزاده میذارم که دستم نگیره. چرگرد بود. بلنده اینجا فکر کردم صفر نشده. خب اینم زدیم. حالا میریم سر درب گلدونیمون. یه واشه کاغذی روشه اونو جا میزنیم. برداشته بودم کارا که این پاره نشه. ببین اینم گلدونی. الان قسمت کلاژ ما تا حدودی تکمیل شد دیگه، چیزی نمونده. فقط الان واشر گلدونی رو محکم کنیم. این اوربرنگ دیسک ارزم حضور شما، این گلدونی روی دیسک میفته. اینم سنبشه. اینجا ببین فقط الان واشر کاغذی رو ما باید بذاریم درب کلاژمون رو صفر کنیم که تا اینجاش متوجه شدید. انشالله زمان درب کلاژ بستنم تو پارت بعدی که برای سیلند میخوایم بریم قسمت بالا یه لحظه توضیحشو براتون میزنم که دیگه مطمئن شید کارتون رو درست انجام. ممنون اینکه با ما بودید تا این پارت دوم. تا پارت بعدی برای سیلند شما رو به خدای بزرگ میسپارم.